من همچون یک نفر ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی از جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان دعوت به عمل می آورم که به گرد همایی و جمع آمدهای غیر قانونی دست نزنند، وضعیت را معتدل نگاه دارند و اشخاص جنایتکار، اونهایی که همیشه پی جنایت و جنایتکاری هستند، همکاری نکنند. در جامعه امروزه ما متاسفانه بعضا نفران پیدا می شود که این نعمت به‌بها، یعنی صلح و ثبات، صاحب استقلالی، آبادی و پیشرفت را نادیده گرفته دست به جنایت و جنایتکاری میزنند و عاقبت حیات خود را سوزانده به سر عائله و پیوندان خود بدبختی می‌آورند. من از کل جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان احترامانه خواهش می‌نمایم که هیچگاه به فند و فریب همون نفرانی که اغوا انداز هستند فریفته آنها نشوند و جان خود و پیوندانشان را در خطر نگذارند.